در اتفاق نویسندگان تاجیکستان بخشیده به بزرگداشتی پیوندگر دلها و تمدنها مولانا جلال الدین بلخی محفل فرهنگی و ادبی دایر شد. در آن اهل ضیا، فرهنگ و ادب از تاجیکستان، ایران و ازبکستان جمع آمده درباره پیام‌های مولانا به تمام بشر و تصویرهای ناب و شاعرانه او حرف زدند. محفل با ناله نی مولانا بشنو از نی که سرآغازی داستانی پرمعانی است در اجرای عبادالله مشرب آغاز یافت. گرداننده محفل عبدالله راهنما بعد ذکر ویژگی‌های از شعر مولانا محققان و ادیبان را به صحنه می‌خواند. بر درخت کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. گلرخسار صفی شاعر خلقی تاجیکستان چند بیتی برگزیده‌اش را از اشعار مولانا قرائت کرده بعداً در خصوص شعر و علم مولانا حرف زد. من خیال میکنم که شعر علم کرد مولانا و علم شعر کرد. با کدام خاطر میگه که من این آفاق نهتو را نمیدانم، من این مشاق جادو را نمیدانم. آفاق نهتو میگوید مولانا. تا همین روز ما و شما میگیم که آفاق یعنی که آسمانی 7 طبقه، ولی معلوم شده است که 9 طبقه بوده است. از کجا دانست؟ در قرن 13. شمس الحق آریانفر، یک دانشمند افغانستانی، از آن نگرانی کرد که در زادگاه مولانا که امروز در حدود افغانستان قرار دارد، عرفان مولانا، اسلام مولانا، نی مولانا و نام مولانا محدود است. محفل با اجرای ترانه‌های دلنشین که شعرش برگرفته از اشعار عارف و صوفی برجسته مولانا بود به اتمام رسید. مبارک باد برای تمام اهل بشر در روز مولود معلم بشر مولانا جلال الدین بلخی.